به نام خدا. سلام دوستان، خسته نباشید. جلسه دوم آموزش نرم افزار ادوانس گت رو در خدمتتون هستیم. خب ما جلسه قبلی اومدیم خدمتتون توضیحاتی درباره نصبش و اینا گفتیم و هر دفعه‌ای که گفتیم که ران میکنید نرم افزار رو باید از قسمت ویو مراحلی که بهتون گفتم توی جلسه قبل رو پیش برید. خب ما میایم اینجا یه سهمی رو انتخاب میکنیم که روی از همون سهامی که قبلا دیتاشون رو آپلود کردیم از سایت دانلود کردیم، ما میایم اینا رو یکیشون رو انتخاب میکنیم به انتخاب خودمون و حالا یکی یا دو تاشو انتخاب میکنیم و مثالامون رو روشون میزنیم. ما میایم سهم حفاری رو که چند روز پیش خدمتتون گفتم که خروج بزنید، دقیقاً توی این ناحیه بود، براتون مثال میزنیم. ببینید وقتی که شما یک سهمی رو نمودارش رو میارید اینجا، این بالا اولا که نمودار یک ساعته داره، خب 60 مینوت داره، روزانه داره، هفتگی داره و ماهانه، خب که قابلیت شخصی سازی هم داره. حالا ما با اونش کاری نداریم. ما نمودارمون رو در بازه هایی که سهم خیلی روند طولانی داره و میخوایم روند کلیش رو تحلیل کنیم، همیشه اول از بازه های بلند مدت مثل سالانه شروع میکنیم، بعد میایم ماهانش رو تصمیم گیری میکنیم ببینید رو چه کندلی است و به همین ترتیب میایم پایین. حتی کسایی که نوسان گیر هستن روی نمودارهایی با تایم های خیلی کم زیر یک ساعت هم ورود میکنن که طی روز میتونن با خرید فروش هاشون سودشون رو به نحوی از بورس تامین بکنن، یا اینکه حد ضررهاشون رو روی تایم فریم های کوچیک تنظیم میکنن که ضرر هنگفتی در معاملات روزانهشون پیش نیاد. خب ما خدمتون گفتیم که اینجا همه اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که موجود هستند و برای کارکردمون نیاز داریم و داریم، به اضافه یک سری آیتم های اضافه‌ای که الان خدمتون یکیش رو توضیح میدم. از این قسمت که شروع بکنیم، اولین آیتمی که ما داریم این مداده که میتونیم باهاش خط روندهامون رو ترسیم بکنیم. شما هر یک کلیک بکنید نقطه شروعتون و کلیک دوم نقطه پایانتون رو بهتون میده. این ابزاری هست که خب توی نرم افزار رهاورد هم هست. ببینید یک نکته خیلی خیلی مهم توی این خط روندها هست، این که سرنوشت سهم رو توی خرید و فروش های ما همین خط روندها تعیین میکنن که کجا باید باشه. هر دفعه هم که خواستید ابزاری که برداشتید رو به قول برگرده روی موس، روی این بالایی کلیک میکنید، علامت بالایی، و میاد روی هر کدوم از این ابزاری هم که گذاشتید کلیک راست بکنید، ریموو رو که بزنید برداشته میشه. خب این یه نکته دیگه هم این که اگه میخواستید کل این سهم رو بردارید، اگه خواستید سهم دیگه رو بذارید بدون اینکه این صفحه رو ببندید، میتونید برید یه سهم دیگه رو سلکت کنید مثل فولاد و الان اومد. اگر خواستید این رو کلا بردارید که صفحتون خالی باشه، میایید اینجا کلیر اسکرین رو میزنید و کلا هر چی که سلکت کردید میره. خب ما میایم همون حفاری خودمون رو میذاریم، صفحه رو بزرگ میکنیم که مثالمون رو درست و واضح بگیم. دومین ابزاری که ما اینجا داریم، ببینید روش من میستم، رگرشن ترند چنل هست. خب کانال رگرسیون رو ما به دو روش دستی و اوتو ترند میتونیم بزنیم. رگرسیون چیه؟ رگرسیون از انحراف معیاری که از قیمت به دست میاد دو خط بالایی و پایینی برای ما ترسیم میکنه. من الان یک کانال رگرسیون اینجا میزنم که فقط توضیحش رو خدمتتون بدم. ببینید از انحراف معیار قیمتی که داشتیم دو تا خط بالایی و پایینی ترسیم میکنه. خب یه عددی هم اینجا به ما میده که حالا توضیح میدم این عدد رو چجوری بذاریدش باشه و دلیلش چیه. خب از نظر شباهت ظاهری همونجوری که دارید نگاه میکنید یه چیزی شبیه به باند بولینگر هست. خب بولینگر باند رو وقتی که ما میذاریم، ببینید بولینگر باند چیکار میکنه؟ میاد
یه حد نصابی میذاره از بالا و پایین و میگه که قیمت ما باید توی این نمودار، توی این سهمی که کشیدیم باید باشه. خب میاد میگه قیمت از این خطا بیرون تر نمیره، اگر رفت مثل اینجا بر میگرده دوباره میاد داخل منحنی. یه جور حمایتیه برای منحنی ما و قیمت ها که بالا پایین نشن. حالا توی جلسات بعدی کامل بهتون توضیح میدم که این به چه شکل هست. خب حالا چون اینو نیازی نداریم برش میداریم. شباهتی که اونجا بهتون گفتم به خاطر اینه که این اجازه نمیده که قیمت از اینها بالا بره. وقتی که قیمت بالا میره یا پایین میاد یه فلسفه خاص خودشو داره که براتون توضیح میدم. خب این دستی بود. ما وقتی که میخوایم یه کانال رگرسیون دستی بزنیم میایم اینجا کلیک راست میکنیم روش. ببینید این تنظیماتش. خب تنظیماتش اولی ترند لاینتون رو که بهترین حالتی که میشونید بذاریدش این قسمته که اوپن، های، لو و کلوز رو با همدیگه براتون میاره توی تنظیماتش. ما میذاریمش روی این و به بقیه کاری نداریم. رنگ بندیان که خودتون میتونید تنظیم بکنید. یا اینجا هم یه کلید آن آفی هست که بالاش نوشته پیرسونز. عدد پیرسونز وقتی که شما کلید رو آف میکنید، من اپلای رو میزنم، ببینید این عددی که اینجا بود برداشته میشه. حالا اینو آن میکنیم، دوباره اپلای میزنیم، این عدد میاد. الان چنده؟ 8800. خب این عدد پیرسون هر چقدر که به 1 نزدیکتر باشه، یعنی ترندی که ما اینجا زدیم کیفیتش بالاتره. حالا من میام براتون توضیح میدم که چطوری این عدد رو میتونید تعویضش بکنید. ببینید مثلا من میام اینجا اینو ریموو میکنم، الان 8800 بود. دوباره میام اینجا یه دونه کانال رگرسیون دیگه میزنم، ببینید عدد شد خیلی نزدیکتر شد به 1. یعنی این دقیق تر از اون کانالی که قبلا کشیدیم داره به ما میگه که چه اتفاقی بین این انحراف معیار قیمت، این خط بالا و پایین افتاده. حالا هر وقت در یه روند عادی مثل اینجا که میبینید صعودی بوده داره میره بالا، هر وقت که این قیمت ما کندل هامون بالای خط آبی رفت، یعنی این که ما باید این رو مطمئن باشیم که این قسمتی که بالا رفته فیکه و قراره دوباره برگرده بیاد پایین. پس اینجا یه جوری دارن خریدار رو گول میزنن که بخره و فروشنده سهمش رو بفروشه. خب پایین هم که میاد وقتی به خط قرمز برخورد میکنه انتظار برگشت رو به بالا رو داریم. این یک چیز کلی. حالا گاهی وقتا هست که این خطوط شکسته میشن مثل این قسمت. وقتی که این خطوط ها مثل اینجا و اینجا، وقتی که این خطوط اینجا شکسته میشه ما انتظار داریم که برگرده بیاد پایین، چون توی موج شماریمون انتظار اینو داشتیم که بیاد پایین. خب ولی اینجا وقتی که شکسته شد نگاه کنید چند تا کندل زده روی این خط بوده، دیگه بر نگشته بره سمت بالا. یعنی موج شماری ما از این ناحیه‌ای که هست خب رو به پایین و نزولی بوده. پس ما وقتی که حد ضررمون رو میذاریم روی این خط رو که از دست داده اومده پایین، این قسمتیه که فروشنده ها فروختن. خب حالا اگر نمودار سهم رو هم نگاه بکنید حتما یه همچین اتفاقی افتاده. میفروشن، میان پایین، در کف خریدشون رو زدن، یه نوسان دیگه ای تا اینجا گرفتن و دوباره اینجا شروع به فروش کردن. خب حالا ما اینو تا اینجا متوجه شدیم. میایم چیکار میکنیم؟ یه کانال رگرسیون دیگه اینجا میزنیم با دقت بالای 9 که خیلی خط خوبی هم میشه. ببینید اینجا روند نزولیش رو طی کرده اومده تا پایین. خب تا این قسمت که حالا اینها رو با خطوط روندی که خدمتتون توی جلسه فکر کنم دوم یا سوم تحلیل تکنیکال بود خدمتتون کردم، گفتم که خطوطی که دو تا، ببینید مثلا این سقف با این سقف رو، خب وقتی که این دوتا رو با هم دیگه تاچ میکنه اگه نقطه سومی رو تاچ کرد این خط معتبره. مثلا من میام اینجا
یه دونه خط از اینجا میکشم که این هم تاچ کنه. ببینید خب خیلی خیلی ساده ما این پیوت ماکس رو گرفتیم، این یکی سقف رو هم گرفتیم، این یکی سقف رو هم گرفتیم. فرض رو بر این بذاریم که این دوتا یکی باشن، دوباره یه تاچ سوم اینجا داشتیم، پس معتبره. نگاه کنید میاد این قسمت یه بازی داشته، دوباره حمایت رو از دست میده، این خط تبدیل شده به مقاومت. خب یعنی از حمایتمون تبدیل شده به مقاومت. پس ما انتظار این رو داشتیم که اینجا سهم ریزش بکنه. حالا اینو داشته باشید تا من خدمتتون بگم. تو کانال رگرسیون گفتیم اگر خط قرمز ما که اینجا شکسته شد، سهم میل به اینو داره که برگرده داخل کانال. اگر خط آبی شکسته شد، بستگی به این که تو کدوم موجمون هستیم، تو کدوم ناحیه هستیم، باید ببینیم که عکس‌العمل سهم چیه. اینجا سهم اومده خط رو شکسته، یه مقداری ثابت مونده، اومده پایین و یک روند صعودی رو شروع کرده که ما اینجا یک ورود زدیم و اینجا خروج زدیم. یه نوسان خیلی خوبی گرفتیم و کسایی که اینجا خرید اشتباهی زده بودن به نیت اینکه سهم دوباره میخواد صعودی بشه، اینجا بهترین جا بود که با اضافه کردن خرید دوم اوریج کم کردن. من خودم 2-3 مورد بود که همینجا دقیقاً سر به سر شد و حتی سود هم داشتم و خروج رو زدم. خب حالا این خط روندی بود که کانال رگرسیونی بود که ما دستی میکشیم. من اینا رو همه رو برمیدارم، ببخشید من این رو ریموو میکنم. کافیه که روی یکی از خطوطش کلیک بکنید و ریموو رو بزنید. خب میام اینجا اوتو ترند چنل رو میزنم. ببینید این دکمه که اینجاست خودش میاد روی آخرین ترند مایی که اینجا هست یکی میزنه. حالا اینجا یکی از نکاتی که توی تنظیماتش باید دقت بکنید اینه که ما اینجا مینیمم پیوت رو در نظر بگیره. میگه مینیمم پیوتی که هست اینجا ما پرایمری در نظر گرفتیم. خب من میام میجر میکنم، اپلای میزنم. ببینید دوباره میرم یک موج الیوت، ببخشید عذر میخوام، دوباره میرم یه اوتو ترند دیگه میزنم روی موجهای میجرمون. خب موجا رو از کجا میایم تشخیص میدیم پیوت هامون کدوم هستن؟ نگاه کنید تو همین جلسه خدمتتون بگم پیوت ها پیداش بکنم بهتون بگم پیوت ها. ببینید وقتی که شما پیوت هاتون رو میخواید تشخیص بدید که کدوم پیوت کجا هست، نگاه کنید ما الان اینجا این رو داریم. خب من اپلای میزنم، هیچ پیوتی رو مشخص نکرده. پیوت ها رو قبلا بهتون توی آموزش مکتی خدمتتون گفتم که چطور با اسیلاتور مکتی روی اون نمودار هیستوگرامی که رد میشه میتونیم پیوت ها رو تشخیص بدیم. اینجا اومده خودش براتون میذاره. اگه پرایمری رو بزنیم، پیوت های بزرگ رو بزنیم، نگاه کنید اصلی ها رو مشخص میکنه براتون. اگه میجر رو بزنیم میاد پیوت هایی که کوچیکتر هستن و بین این موج ها هستن رو ببینید. ما الان یه موجی از اینجا داشتیم. خب تا اینجا. خب ما برامون کجا این کف و این سقف مهمه، ولی بین این دوتا یک نوسانی داشتیم. خط اومده اینجا یک نوسانی داشتیم و رسیده به این نقطه. یه چیز خیلی طبیعی و عادی که بوده. خب حالا یه الگویی تشکیل داده و رسیده به این نقطه و از این نقطه ریزشش رو شروع کرده، دوباره اومده بالا، یک نوسان داشته و به این نقطه رسیده که حالا از این نقطه ما انتظار داریم که بیاد پایین. خب اینجا پیوت اینترمدیت رو که بزنیم دوباره میاد با آی پیوت های کوچیکتر رو برامون مشخص میکنه.
اگر مینورها رو بزنیم میاد همه پیوت‌های مینوری که ما داریم و این بین قرار دارند رو دوباره برای ما مشخص میکنه. نگاه کنید ما این وسط حتی با اینکه یک نزولی از اینجا تا اینجا داشتیم، باز هم من با یه رنگ دیگه اینو بکشم که مشخص باشه، باز هم این وسط ما یک نوساناتی داشتیم. پس قرار نیست یک قیمت یک دفعه بیاد پایین بره بالا. این وسط فروشنده ها به راحتی تمام نوسانشون رو گرفتن و خروجشون رو زدن و این قسمت خرید خودشون رو زدن و دوباره این قسمت یه فروش دیگه‌ای داشتن. بستگی به این که شما اگه بخواید دستی انتخاب بکنید، وقتی که یه پیوت رو انتخاب میکنید نرم افزار میاد مترادف همون پیوت رو انتخاب میکنه و میکشه، ولی توی اوتو ترند خودش میاد پیوت رو انتخاب میکنه و میکشه. من میام یه مثال دیگه براتون بزنم اگه درست جواب بده. میام اینجا پیوت مینور رو میزنم، اپلای، ببینید میاد پیوت هایی که این وسط هستن از پیوت مینور شروع میکنه میکشه میره بالا. حالا همین پیوت رو میام پرایمری میکنم، اپلای میکنم، ببینید از نقطه پرایمری ما شروع میکنه میره بالا و به همین ترتیب. مثلا نگاه بکنید توی اون مثالی که براتون زدم، من میام از اینجا این پیوت رو در نظر میگیرم تا اینجا. خب یک خط، یک کانال رگرسیون عالی، از اینجا از این پیوت شروع میکنیم میایم ببینید اینجا یه نقطه برخوردی داشتیم از خط آبی جدا شده. این یعنی این که میل به بالا داشته. ما اینجا خریدمون رو زدیم روی خط قرمز و در اینجا فروشمون رو زدیم. اگه بخوایم روی یک سهم دیگه براتون همین رو مثال بزنم، مثلا میایم کیمیا رو انتخاب میکنیم، میایم اینجا اوتو ترند رو میزنیم. خب این رو به ما میده. اگه بخوایم که عدد پیرسونمون رو هم بده 9.7 یک خط فوق العاده عالی و خوبی که بوده. ما کجا خرید زدیم؟ ما اومدیم توی این نقطه خریدمون رو زدیم دقیقاً و از روزی که خریدمون رو زدیم تا اینجا تا حالا مثبت پیش میره. حالا اگه ما اینجا بخوایم خط روندی که پس اینجا امروز سهم ما داشت بازی میکرد، دلیلش این بود که رسیده به این مقاومت. اینها رو وقتی که با هم دیگه ترکیب بکنی به اون نتیجه دلخواهی که میخواین میرسه. خب دوستان حتما توجه بکنن، حتما توجه بکنن. من یک سهمی بیارم که توی گروه زیاد از من میپرسن قضیهش چی هست و اینا. خگستر، ببینید این که میان میگن با سهم بازی میکنن و اینا، این یه حرفه. این نمودار روزانه خگستر. خب من میام اینجا یه اوتو ترند میزنم. اوکی، اینجا از نمودار خارج شده، یک رشد نسبتا خوبی هم داشته، یعنی کوتاه مدتی رشد خوبی داشته. نگاه بکنید اینجا رسیده به این خط مقاومت. خب یعنی باید این رو بشکنه تا بتونه بره بالا. حالا ما تا اینجاشو اومدیم بالا. خب تو همین قسمت من میام امواج الیوت رو انشالله باهاشون آشنایی دارید. من میام روی امواج الیوت که بزنم خودش میاد اتوماتیک موج شماری رو شروع میکنه. نگاه کنید وقتی تو بازه طولانی مدته این سهم نگاه میکنید، ببینید ما موج 1 2 3 4 5 A B C، خب این طرف داشتیم 1 2 3 4 5، یعنی این اوجی که داشته موج 5ش بوده که اومده. بعد از این 5 موجی که شمرده یک اصلاح 5 موجی دیگه باید داشته باشه. 1 2 3 4، پس باید یه پایینی دیگه داشته باشه. وقتی که کلید الیوت رو میزنید اینجا، دکمه الیوت رو میزنید، خودش به صورت اتوماتیک میاد میگه موج 4 من تا کجا باشه و موج 5 شما رو تخمین میزنه. میگه احتمال این وجود داره که موج 5 شما تا این حدود یا این حدود بیاد پایین. قطعی بهتون نمیگه ولی حدودش رو بهتون نشون میده که تا کجا بیاد. ببینید خیلی قشنگ
1 2 3 4 A B C هم تکمیل کرده توی موج 4 و میاد پایین. این 3 خط رو هم توی جلسه‌ای که درباره امواج الیوت هستم بهتون توضیح میدم که وقتی خط آبی رو قطع کنه چه معنی میده، سبز رو قطع کنه چه معنی میده و به خط قرمز برسه چه معنا و مفهومی پیدا میکنه. به شخصه انتظار دارم که من این رو بردارم. به شخصه انتظار دارم که نقطه برگشت این سهم از این حدودا باشه. احتمالش هست یا همین حدود اولی باشه. پس کسایی که خگستر رو خریدن این احتمال وجود داره که این موج 5ش بیاد پایین. بعد در صورتی که تایم زمانی رو پر بکنه میتونه بره بالا که بالا رفتنش هم نگاه کنید ببینید یک مقاومت، 2 تا این طرف یکی دیگه داریم، 3 تا و کلی مقاومت سر راهش هست که نقاط خرید خوبی میتونن برای ما باشن. از این گونه سهم هایی که به این صورت پیش رفتن فکر کنم از سهم هایی که بهتون معرفی کردم و خرید کردیم کیمیا اگه باشه بله. کیمیا رو من براتون مثال میزنم توی امواج الیوت. من موج شماری رو میزنم نگاه کنید اومده خط آبی رو قطع کرده، سبز رو قطع کرده. اینا رو براتون توی جلسه خاص خودش بهتون میگم، فقط صرفا میخوام اینو بهتون بگم. این توی موج شماری موج 1 2 3 4 رو اومده، پس ما انتظار داریم که موج 5 رو بره بالا. موج 5ش کجاست؟ اومده برای ما 2 تا تخمین زده، اینجا رو زده و اینجا. حالا یه عدد پی تی آی هم اینجا میده که توی یه جلسه کامل امواج الیوت رو براتون توضیح میدم. ما توی این جلسه صرفا بخواستیم کانال رگرسیون رو بدیم. ما میایم یه کانال رگرسیون میزنیم اینجا. خب عدد پیرسونش هم میذاریم. کانال فوق العاده خوبیه. نگاه کنید ما این سهم رو این نقطه دقیقاً توی این نقطه گفتیم که خرید بزنید، چون توی موج شماری ABC تموم شده بود. توی این نقطه خرید رو زدیم و از روزی که خریدمون رو کامل کردیم سهم داره به سمت بالا میره. اگه یه کانال رگرسیون دیگه بزنیم 95% که مقدار قابل قبولی هست، میبینید که این سهم همزمانی که امروز کمی از عدد مثبتش کم شد ولی معاملات خوبی داشت، توی این نقطه به خط آبی برخورد کرده. خب برای این جلسه کافیه، نمیخوام حجم ویدیو خیلی زیاد بشه. انشالله تو جلسه بعدی مسائل بعدیش رو عنوان میکنم.